رتل بصورة قاف القرآن. انسانی که خودشو به جمع خوبان ملحق میکنه روز به روز به خوبیش و تقویت ایمانش و روحیه خوبش افزوده میشه، چون تو جمع تذکر داده میشه. انسان اگر خودش تنها باشه اشتباه بکنه چه کار میکنه؟ یا نمیدونه که اشتباهست که اشتباهشو تصحیح بکنه، یا میدونه ضعف اراده داره. در نتیجه اگر انسانی در جمع گناهکاران قرار داده با اونها هم گناه هم سفره است، خواست توبه بکنه، خودشو سرزنش کرد بر گناه، ولی حاضر نشد جمع بدانی که ضعف اراده دارن خودش هم جزوشونه ترک بکنه، در حقیقت این خواهان توبه نیست. علما میگن کسی خواهان توبه است که در جمع گناهکاران قرار بگیره، وادار به گناه بشه، بیزاری بهش دست بده، بخواد توبه بکنه، از اون جمع باید فاصله بگیره، وگرنه دوباره برمیگرده به همون رفتار و کردار. نشانی این که این میخواد عوض بشه باید سریع خودشو به جمع خوبان ملحق بکنه، بره تو جمعی که از خودش قوی ترن. هم نشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. پس ضعف اراده رو با دوستان قوی تر از خودمون به مرور زمان در جمع خوبان قرار بگیریم تا این اراده تقویت بشه و جزو خصلت و ملکه زندگیمون بشه. بعد دیگه اگر میخوای حالا بعضی موقع تنهایی هم برید مشکلی نداره. پس جمعی باید به وجود بیاد که هوای همدیگر رو داشته باشن. بعضی موقع ورشکستگی مالی نیست، ولی وقتی تو جمع خوبان هستید جمع جورت میکنن. بعضی موقع ورشکستگی حسنات و خوبی هاست، اونم نیاز به یک جمع خوب هست که انسان بتونه دوباره خودشو رو فرم میاره، دوباره خودشو جلو بندازه. اما تذکری که لازم بود، عزیزی رو دیدم بچه‌شو آورده بود با خودش تو صف، با وجودی که میدونه تو صف هم شاید بچرخه، وقتی به نماز ایستاد چپ چپ هم بهش نگاه بکنن. بچه آورده تو مسجد تو صف نماز بچرخه، ولی این وقت شب منتظر شده. چرا دیشب نمی آورد؟ مدرسه بود، منتظر شده که کی شب جمعه بشه، فرداش تعطیل بشه، این بچه‌شو با خودش بیاره تو جمع خوبان قرار بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز بود، حسن و حسین رو کولش تو نماز رو کتفش سوار می شدن. هیچ اشکالی نیست که بچه رو بیارید، مادرام هیچ اشکالی نیست که بچه هاشون بیارن. شما متوجه نشدید تا قبل از اینکه مدارس باز بشه چقدر بچه تو مسجد بود نماز تهجد؟ الان به زور میخوابوننشون، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، ولی خواب نمیرن، صبح مدرسه میرن. اینا پروانه های عاشقن. خانه خدا شمعی است، اینا آمدن تو خانه خدا به این امید که این فرزندش فردا عضو مفیدی بشه، مبارک بشه، مؤمن بشه، مقدس بشه، پاک بشه.